بسم الله الرحمن الرحیم. مبحث بعدی که در خدمتتون هستیم بحث جمع و تفریق اعداد اعشاری. خب جمع و تفریق اعداد اعشاری به شدت راحته. فقط ببین چیزی که دارم میگم اعداد هم اعشار، این قاعده ای نیست، درست هم نمیگم هست یا نه، ولی صرفاً برای جلوگیری از خطاست. جلوگیری از خطا. دو تا عددی که رو با هم میتونین جمع کنین و تفریق کنین که هم اعشار باشن، یعنی اگه اولی 3 تا رقم اعشار داره دومی هم 3 رقم اعشار داشته باشه. برای جمع و تفریق مثل قبل عدد 33 رو میخواستیم به اضافه 44 کنین. به اضافه 44 چطور جمع میکردین؟ 44 رو مینوشتین به اضافه 33 زیرش مینوشتین 3 با 4 7، 4 با 3 7، 77. توی جمع و تفریق اعداد اعشاری هم به همین شکل دقیقاً زیر هم مینویسین. اینجا ببین حواستون باشه، اونجا باید میگفتین یکانا زیر هم، دهگانا زیر هم، صدگانا زیر هم، هزارگانا زیر هم. اینجا هم همه چیز زیر هم. نکته که اینجا اضافه میشه ممیزتون هم زیر هم، یعنی دو تا عدد جوری باید قرار بدین. خب ما گفتیم عددا هم اعشارن دیگه، دو تا عدد جوری قرار میدین که اعشارا زیر هم قرار بگیره. بعد توی جمع نهاییتون هم اعشار رو اینجا می‌نویسین و بقیه مراحل مثل قبل حل میکنیم. خب اینا رو دادن گفتن جمع کنیم، من یکی یکی جمع میکنم که اشتباه نشه. خب گفتیم زیر هم می‌نویسیم، ممیز زیر هم اولا هم اعشار باشه، اینا دوتاشون یه رقم اعشار دارن. یه رقم دقیقا زیر هم می‌نویسیم. 3 ممیز 8 مثل همونجا که یکان زیر یکان بود، اینجا هم دهم زیر دهم. 3 و 8 به اضافه 4 ممیز 1. ممیزاتون هم زیر هم. حالا جمع بزن. جمع زدن اینم 1 با 8 9. به ممیز میرسیم، ممیزتون رو میذارین 3 با 4 هم 7. تموم شد دارم به همین سادگی. پس ممیزن زیر هم میذارین، جوری قرار میدین که ممیزا زیر هم قرار بگیرن. یکی بعدی 9 ممیز 2 دهم به اضافه 3 ممیز 9 دهم. جمع میکنین 2 با 9 میشه 11. یکیشو میذارین، یکیش میاد بالای رقم بعدی. به ممیز رسیدین، ممیز تو بذار. 3 با 9 میشه 12، با 1 میشه 13. تموم شد دارم 13 و 1. سوال بعدی 5 ممیز 32. ببین اینایی که من دادم همه هم اشاره به اضافه حالا 16 هم بود. حالا شما یه چیزی که یاد گرفتی اینه که عدد بزرگتر رو بالاتر بنویسید. 16 ممیز 47 به اضافه 5 ممیز 32. ببین ممیز زیر ممیز، یکان زیر یکان، دهگان که هیچی این پایین نداره صفره. اینا هم همه دهما زیر هم، صدما هم زیر هم. حل میکنی مثل قبل دیگه، هر جوری جمع و تفریقا رو حل میکردی. 7 به اضافه 2 9، 4 به اضافه 3 7، 6 به اضافه 5 ببین به ممیز که رسیدین ممیز رو پایین میذاری. 6 و 5 11، یک بالا داری، 1 با 1 2، اینجا هم که هیچی 21 ممیز 79. یکی بعدی 3 رقم اعشار داره، دوتاش هم 3 رقم اعشار داره، نیازی به هم اعشار کردن نداریم. 9 ممیز 121 به اضافه 8 ممیز 391. ببین همه زیر هم، همه زیر هم، ممیزان زیر هم. جمع بزن. 1 با 1 2، 2 با 9 11، یکیش اینجا 1 میاد بالا. 1 با 3 4 با 1 5، 8 با 9 ممیز رسیدیم، ممیز میذاری 8 با 9 میشه 17. تنها نکتهش اینه که عددا رو دقیقاً زیر هم قرار بدی، بقیه‌اش دیگه جمع و تفریق عادیه که سال دوم ابتدایی خوندی. خب اینا رو دادن میگن حل کن. اینا دیگه رقماشون همشار نیستن. خب ببین این دو رقم اشار داره، این یه دونه. گفتیم صفری رو که بذاری سمت راست عدد اثری نداره. عدد اشاری صفری بذاری اینجا که دوتاش بشن دو رقم.
یعنی 5 و 10 به اضافه 3 = 42. ناکن همه چی زیر هم، همه چی زیر هم، صدما، دهما، اینجا اعشارا، اینم که دهمای اون یکانای عدد سعی. 0 با 2 میشه 2، 1 با 4 میشه 5، ممیز که رسیدی ممیز رو میزنی، 3 با 5 میشه 8. این شد از این. سوال بعدی گفته 89 ممیز، ببین 89 ممیز 331 هزارم به اضافه 8 ممیز 9 دهم. این 3 رقم داره، این یه رقم، 2 تا صفر هم بذار کنار این. جمع بزن 89 ممیز 331 به اضافه 8 ممیز، به این ممیزات دقیقا باید زیر هم باشه، ممیز 900. نکن همه زیر هم، 1 با 0 1، 3 با 0 3، 3 با 9 3 با 9 12، یکش میاد رو رقم بعدی، ممیز رسیدی ممیز رو بزن، 9 با 8 17، با یه دونه 18، 8ش اینجا، یکش اینجا میمونه، 8 با 0 8 با 1 9، 98 و 231. سوال بعدی 42 ممیز 501 به اضافه 34 ممیز 1 دو تا صفر هم میذاری که قاطی نکنیم که درست زیر هم بذاری. 1 با 0 1، 0 با 0 0، 5 با 1 6، ممیز رسیدی ممیز تو بزن، 2 با 4 6، 3 با 4 هم 7، 76 و 601. یکی بعدی 72 ممیز 921 به اضافه 35 ممیز 12، یه صفر هم بذار اینجا که همشار بشن، اشتباه نکنید. 1 با 0 1، 2 با 2 4، 9 با 1 10، یکش میاد این بالا، 2 با 5 7 با 1، ببین به ممیز رسیدین، ممیزتون رو بزنین، 2 با 5 7 با 1 8، 7 و 3 هم 10، 108 ممیز 41. برای تفریق هم دقیقا به همین شکل مثل قبل قرض میگیرین. مثلا چند 18 و 3 منهای 4 و 27، 19 و 54 منهای 9 و 78. حالا بیا قرض بگیر، زیر هم بنویس، اول همشار کن، این 2 رقم اینم 2 رقم، 18 ممیز 30 منهای 4 ممیز 27 منها کن. این صفر رو که نمیتونی منها کنی، یه از این قرض میگیری، این میشه 2، این میشه 10، 10 منهای 7 میشه 3، 2 منهای 2 میشه 0، به ممیز میرسی ممیزتو میزنی، 8 منهای 4 4، 1 منهای 0 1 میشه 14 و 3. یکی بعدی 19 و 54 منهای 9، به این ممیز زیر ممیز 78. قرض بگیر، 4 که نمیتونی منهیش کنی، این میشه 4، این میشه 14، 14 منهای 8 6. یکی بعدی 4 رو میخوای منهای 7 کنی، نمیتونی، قرض بگیر، این میشه 8، اینجا میشه 14، 14 رو منهای 7 کن میشه 7. ممیز رسیدی ممیز تو بذار، 8 رو نمیتونی منهای 9 کنی، این میشه 0، این میشه 18، 18 منهای 9 هم میشه 9، جواب میشه 9 76. پس صرفا همون جمع و تفریق اعداد طبیعیه، اعداد صحیحه. فقط تنها کاری که باید کنید اینه که جوری عدد رو بنویسین که ممیزا زیر هم قرار بگیره، ممیزا زیر هم، یکانا زیر هم، دهگانا زیر هم، صدم، دهم، همه چی زیر هم. خب یکی بعدی ضرب اعداد اعشاریه. ضرب اعداد اعشاری 3 و 2 ضرب داره 4 و نیم، نمیدونم 7 و 8 ضرب داره 1 و 2، 4 و نیم ضرب داره 5 و 4. اینا رو میخواین در هم ضرب کنیم. توی ضرب اعداد اعشاری فرض کن
فرض کن عدده، ببین این روشی که میگن تبدیل به کسر کن و فلان کن و ما انجام نمیدیم، میگیم تنها کاری که میکنین عدد رو بدون اعشار مینویسین، یعنی این فرض کن اعشارش هست میشه 32 ضرب داره 45. این یکی عدد رو بدون اعشار مینویسین میشه 78 ضرب داره 12 بدون اعشار 45 ضرب داره 54. این ضربا رو پارسال داشتیم، ضرب دو رقم در دو رقمه، همون جوری که قبلا انجام میدادین انجام بده. 32 رو ضرب داره 45 کن میشه 1440. یکی بعدی 78 ضرب داره 12 میشه 936. 45 ضرب داره 54 میشه 2430. خب حالا ما اعدادمون اعشاری بوده دیگه، ما اعدادمون اعشاری بوده، باید اعشار رو اعمال کنیم. پس اعشار رو میخوایم اعمال کنیم، میشماری تو کل عبارتت چند تا عدد کسری داری، چند تا اعشار داری. این یه دونه، اینم یه دونه، دوتا. اینجا از سمت راست گفتیم یه دونه، اینم دوتا. 14 و 40. یکی بعدی این یه دونه، اینم یه دونه، جمعاً میشه دوتا دوتا. این یه دونه، اینم یه دونه، این یک، این دو، اینم از این. به راحتی ببین حواست باشه الان میتونی این صفر رو مثلا خط بزنی چون صفر سمت راست عدد اثری نداره. پس میگیم ضرب اعداد اعشاری 3 مرحله داره. یک، نوشتن اعداد بدون ممیز. دو، مرحله بعدی ضرب عادی اعداد صحیح. سه، اعمال اعشار. چطور؟ میگیم اعشار جواب، یعنی جواب مرحله دو، برابر جمع رقم اعشار دو عدد. 3 عددم بود به همیشه، 4 عددم بود به همیشه، جمع 4 تا، جمع تعداد رقم 4 تا. مثلا یه عدد دیگه به ما میدن 3 ممیز 554 ضرب داره 7 ممیز 92. 3 ممیز 1 دهم ضرب داره 4 ممیز 2 دهم ضرب داره 7 ممیز 253. یکی بعدی 8 و 9 صدم ضرب داره 9 و 1 ضرب داره 10 ممیز 75. خب اینا رو میخواین انجام بدین. تنها کاری که میکنین فکر کن اصلا عدد اصلا اعشار نداری، عددش میشه چند؟ 354 ضرب داره 792 میشه 280,368. حالا میخوای اعمال کنی بالا 280,368. گفتیم جمع تعداد رقم اعشار دو عدد. چند رقم اعشار داریم؟ 1 2. ببین این دو رقم داره اینم دو رقم، جمع میشه 4 رقم. از اینجا بشمار یه رقم، دو رقم، سه رقم، 4 رقم، 28 و 300 و فلان. یکی بعدی فکر کن اصلا اعشار نداری، میشه 31 ضرب داره 42 ضرب داره 7253. میشه 9,443,406. حالا میخوای اعشارتو اعمال کنی، از سمت راست بشمار چند تا داری؟ یه دونه، اینم یکی، این یه رقم، اینم یه رقم، اینم سه رقم، جمع میشه 5 رقم. از سمت راست 1 2 3 4 5 94. یکی بعدی ضربه خیلی سنگین میشه 809 ضرب داره 91 ضرب داره 1075. عددمون میشه 79,140,425. میخواین
اعشارش رو اعمال کنید. این 2 رقم، این 1 رقم، اینم 2 رقم، مجموعاً 5 رقم باید داشته باشیم. 1 2 3 4 اینم 5. 791 ممیز 40425 100,000. دیگه ما کارش نداریم به خوندنش، فقط مهم اینه که بدونید بدون اعشار ضرب میکنین. مراحلی که تو صفحه قبلی نوشتم این 3 تا مرحله: اول بدون ممیز، ضرب اعداد صحیح حالت عادی، اعمال اعشار، جمع رقمایی که داریم. خب توی ضرب کردن ما چند تا عدد خاص داریم. پیش خودتون فکر کنین توی اعداد اعشاری چه عددایی میتونن خاص باشن؟ چیزی که از اول روش مانور دادیم، چی؟ 10 100 1000 10,000 و همینجوری، یا 1/10 1/10 1/100 1,000 1/10,000 و همینجوری. اینا میشن عددهای خاص ما. خب میگیم اگه تو عددهای بالایی ضرب کنیم، میگیم ضرب هر عدد اعشاری در اینا اعشار را به تعداد صفر به سمت راست میبرد. توی پایینی همین کار به سمت چپ میبرد. یعنی چی؟ 4.2 ضرب در 10، 3.23 ضرب در 100، 4.235 ضرب در 10، 7,454 ضرب در 100، 9,425 ضرب در 100، 4,23 4 ضرب در 10. خب گفتیم اگه ضرب در عددهای صفر دار کنیم 10 100 1000 رقم اعشار یه دونه به سمت راست میبره. یعنی دیگه نیازی نیست برین بنویسین، خود عدد رو مینویسین. ببین 42 میگه یه رقم میاره، چند رقم اعشار داره؟ این میشه دیگه 42. یه رقم میاره اینجا 42. این یکی گفته 2 رقم بعد، چون ضرب داره 100 شده 2 رقم میاره اینور، میشه چند؟ 323. این یکی اعشار یه دونه هول میده به جلو، 4,235. یه دونه بیاد اینور، میشه 42,35. یکی بعدی 2 رقم بعد بیاره، 2 تا اعشار داره، بعد بیاد اینجا 745,4. یکی بعدی این ضرب داره 100 شده، این اعشار 2 تا باید بیاد به سمت جلو ممیز نیم. این یکی ضرب داره 10 شده، یه رقم میاد اینجا 34. به همین سادگی، هیچ چیز خاصی نداره، فقط یه رقم بیاری. اگه اونجوری میخواستی ضرب کنی باید اینجوری میکردی، میگفتی 42 ضرب در 10 میشه 420. 420 رو مینوشتی، میگفتی حالا چند رقم اعشار داریم؟ یه رقم اینجا. این صفرن که اثری نداره، عملا میشه همون 42 یا این یکی همین. همشون به همین شکله. خب مثلا 3.2 ضرب در 1/10، 3.54 ضرب در 35.4 ضرب در 100، 42 ضرب در 100، 561,34 ضرب در 100، 78 و 178 و 93 ضرب در 100. خب حالا برعکسش رو میخوایم انجام بدیم، یعنی ضرب در اینا کنیم. ضرب در اینا رقم اعشار به سمت چپ میرفت، اونا به سمت راست. به سمت چپ یه دونه اینجاست، یه دونه باید بره به سمت چپ، یعنی این باید بیاد اینجا، میشه 32 100. این یکی 2 رقمه، 2 رقم باید بدیم ور، میشه 352. این 42 ضرب در 100 رقم اعشارتون الان اینجاست، چون این صفر اصلا 1000 تا صفر این ور بوده، تأثیری نداره. 2 رقم باید بره سمت چپ، میشه 42 2 رقم. یکی بعدی 100 اعشارتون 2 تا باید بده اینور،
یعنی باید بشه 5 و 61 34. یکی بعدی اشارتون اینجاست، 2 تا باید بیاد سمت چپ بشه 1 میاد اینجا دیگه، اینجا قرار میگیره 78 93. پس عددهای اینجوری فقط رقم رو جابجا میکنن، اعشار رو جابجا میکنن، یعنی تو عدد هیچ تأثیری نداره، فقط اعشار تو این ور اون ور میکنه. اگه اینجوری بگو صفرها جلوی 1 بود، ببین اینجوری حفظ کن، صفرها سمت راست 1ان، سمت راستن، اعشار رو میکشونه سمت خودش، اعشار هم میاره به سمت راست. اینجا صفرها سمت چپ اعشارن، اونجا هم اعشار رو میره به سمت چپ. پس صفرها هر سمتی بود، اعشار هم به همون سمت میره. خب هر وقت ضرب رو که میگین تقسیمم میگیم. خب ما اینجا تقسیمایی رو میگیم که باقی مانده ندارن. مثلا چی؟ اعدادی که بخش پذیرن. مثلا 2 + 1 تقسیم بر 3 بدون ممیز اگه نگاش کنین 21 بر 3 بخش پذیره. 141 + 44 تقسیم بر 12. 3 + 6 تقسیم بر 4. 7 + 2 تقسیم بر 8. 9 + 9 تقسیم بر 11. 169 تقسیم بر 13. پس عددهایی رو میگیم که باقی مانده نداره. خب بازم مثل قبل ببین عددا بخش پذیره. فکر کن ممیزی نداری. 21 تقسیم بر 3. 21 تقسیم بر 3 میشه چند؟ میشه 7. میشه 7. حالا بیا اعمال کن. چند رقم اشار داری؟ یه دونه. یکی بعدی 144 رو تقسیم بر 12 کن. چند رقم اشار داری؟ این که میشه 12، این هم میشه 12. چند رقم اشار؟ 1 2. دو رقم. یکی بعدی 36 تقسیم بر 4 میشه 9. 9 رو اینجا می‌نویسی. چند رقم اشار داری؟ یه رقم. 72 رو تقسیم بر 8 کن. چند رقم میشه 9. 9 رو می‌نویسی. چند رقم اشار داری؟ یه دونه. یه دونه. 99 رو تقسیم بر 11 کن. چند میشه؟ 9 میشه. چند رقم اشار داری؟ یه دونه. 169 رو تقسیم بر 13 کن. چند رقم میشه؟ 13. چند رقم اشار دارین؟ 1 2. 1 2. پس تقسیمتون رو بدون ممیز انجام بدین، بعد ببینین چند تا دارین و بیاین اعمال کنین. به همین سادگی. حالا تقسیمایی که باقی مانده دارن و باید حتما به حالت صندلی، کلنگی، نمیدونم هر چیزی انجام بشن رو توی مبحث بعدی میگیم.